نگاه ها به محوطه جریمه تراکتور هست. بلند حالا خطا رو اعلام کرد. خب از این لحظه همراه شما هستیم. به خاطر اشکال فنی که در برق ورزشگاه آزادی به وجود اومده بود با چند دقیقه تأخیر با شما هستیم از ورزشگاه بزرگ آزادی تهران. قیافه شبیه ریکاردو آلوز هست اما تو این دیدار خبری از ریکاردو آلوز نیست. یه حرکت پشت مدافع، دروازه خالیه، فرصت برای تراکتور. چه وقتی رو از دست داد عارف رستمی. این خیمنز اسپانیایی هست. واگنین با پای چپ ارسال به تیر دو. ضربه سر اول رو مدافعان استقلال میزنن. هاشم نژاد یه برخورد به وجود اومده. سریع هم از کادر پزشکی هر دو تیم میخواد که وارد زمین شن. حرکتش رو شروع کرده محمد نادری برای عارف رستمی. ارسال درون محوطه خطرناکه و توپو به کورنر فرستاد ابوالفضل جلالی. مهدی پور پشت توپه. نگاه ها به محوطه جریمه تراکتور. مهدی پور با پای راست ارسال روی نقطه پنالتی. یه لحظه خروج اشتباهه پور حمیدی و ضربه سری که از بالای دروازه به بیرون رفت. اینجا این ضربه سر رو زد و توپی که از بالای دروازه به بیرون رفت. بازی شروع شد. یه پاس اشتباه بلانکو، یه پاس خوب، یه تکل کماکان فرصت هست برای استقلال. مرداد محمدی این پاس و چه فرصتی از دست رفت برای استقلال. پاسش کمجون بود مرداد محمدی و آرش رضاوند به توپ نرسید. این پاس اشتباه از خیمنز. گوستاو بلانکو هر جوری بود توپ رو رسون. این تکل از صفاهادی. این پاس یه مقدار رو به عقب بود وگرنه الان دروازه تراکتور باز شده بود. خیلی فرصت خوبی بود برای استقلال. مهدی پور توپشو میفرسته. یه ضربه سر، فرصت برای استقلال و گل. یه شروع عالی برای آبی ها. ایمان سلیمی. ببینیم صحنه آهسته رو. چه پروازی، چه ضربه سری رو ارسال دیدنی مهدی پور. اینجوری توپ رو چسبون به تور دروازه تراکتور رو. نتونست با ضربه سر توپ رو در بیاره خیمنز. خب همین لحظه هم بچه ها گل سوم رو به برزیل زدن. این سمت ضد حمله برای استقلال. آرش رضاوند پشت محوطه جریمه. حرکت به سمت دروازه تراکتور. اینجا امید حامدی فر و ابوالفضل جلالی به همدیگه خوردن. یه پاس بلند پشت مدافعان. یه لحظه خروج حسین پور حمیدی. اشتباه گوستاو بلانکو. فرصت هست اونجا برای چرا استقلال و خطای گوستاو بلانکو رو اعلام کرد سید وحید کاظمی. خیلی شیرین اون برد، خیلی خوبه. در حالی که اینجا یه حرکت رو بازیکن استقلال شروع کردن. ابوالفضل جلالی یه ضربه سر، فرصت برای استقلال. گل دوم برای استقلال. گوستاو بلانکو اینجا توپ رو فرستاد به تیر دو. ضربه سر بلانکو اینجوری آره توپ کامل رد شد. پرچم هم زد کمک دوم. دروازه که تو این هفته خیلی پرکار بوده، مخصوصا تو صحنه‌هایی که توپ از خط دروازه عبور میکنن. این بار پرچم کمک دوم خیال وحید کاظمی رو راحت کرد و سوت زد. از این نما هم ببینید مهدی هاشم نژاد ارسال به تیر دو. خروج سید حسین حسینی بالاتر از همه توپو جمع کرد. پاکو خمز اصلا تیم دست و پا بسته ای نیست. مهدی هاشم نژاد قطعا به همین راحتی ها دست نمیکشن. هاشم نژاد فرصت هست برای این تیم. حسینی واگنی با پای چپ کجا زد توپ رو. از اون سمت به بیرون رفت. پرتاب برای استقلاله. یه بدن اومد مهدی هاشم نژاد از زاویه بسته. محمد قنبری ارسال. یه ضربه سر، فرصت هست برای تراکتور. مهدی عبدی حالا ضربش رو میزنه که از بالای دروازه به بیرون رفت. اینجا توپو گرفت، یه سر توپ زد و به این شکل با اختلاف کمی هم
توپش به بیرون رفت. برای امیرحسین حسینزاده ارسال به تیر دو، فرصت هست خطرناکه برای تراکتور، توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. خیچی برگردونه سیامک نعمتی. اینجا خیلی هم سخت بود، سانت خوبی رو داشت، ضربه سر رو به عقب محمد نادری و در شرایط نامتعادل اینجوری قیچی برگردون رو زد که از بین پاهای آرمین سهرابیان تو به بیرون رفت. خودش با پای چپ ارسال بلند و کار سختی نداره برای جمع کردن و مهار این توپ. کاپیتان استقلال سید حسین حسینی، کار سخت شد براش، توپگیری عالی از صالح هردانی. حالا ضد حمله برای استقلال، یه پاس پشت محوطه، فرصت دارن آبی ها. سعید مهری، موقعیت هست، محمد قنبری خودشو کشون رسون تا ارتباط رو قطع کنه. این چهره پشت محوطه، جریمه، ضربه ناگهانی و چجوری توپو به کورنر فرستاد سید حسین حسینی. گوستاو واگنی توپو گرفت با پای چپ، محمد قنبری ارسال و بازم راحت توپو جمع کرد و اینجا سوت پایان بازی به صدا در اومد. برتری 2-0 استقلال مقابل تیم خوب تراکتور. یه برد شیرین، امتیاز حساس برای جواد و نکونام و تیمش. اینم آخرین برخورد این مسابقه بود با گل‌های ایمان سلیمی و مهاجم آرژانتینیشون گوستاو بلانکو. تونستن 2-0 تراکتور رو شکست بدن و اینجوری که مشاهده کردید ورزشگاه رو سرشون گذاشتن.